دی فیلم تقدیم میکند کاستینگ. شما مهارت اکتوری دارید و در فیلم نقش آفریدن میخواهید. پس مرحمت. یکم، جوانانی تنومند که سیمای تاجیکانه دارند. دوم، چونداز، اسب سوارهایی که جهیده و پریده میتوانند و خوب جنگ میکنند. سوم، خانم های زیبا و جسور که سیمای ملی دارند و ورزشکاران. با این فیلم ما راه تاریخی ملی را روشن خواهیم کرد. با ما عکس فرستید و خود را در نوار 15 ثانیه‌ای معرفی کنید. عکس و نوار را بر رقم تلگرام یا واتساپ ارسال نمایید. پس از انتخاب ما حتما به شما زنگ میزنیم و دایر به نقشتان صحبت میکنیم. منظور فیلم آگاهی و بیداری مردمان است. پس بیایید و سهم خود را گذارید.